گفت ببین ما همه سنتایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنه من میکنم یا نه؟ مخاطر همسرش هستی عایشه، ما پدرت هستم. بعضی وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم قطیته است، من نمیبینم این کارا را. کو ببین بچه جان، ما همه سنت‌های پیغمبر را انجام میتیم یا نمیتیم؟ عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها فرمودن که اوتا جان شما همه سنت‌های پیغمبر را انجام میتیم، یکی از سنت نمیکنیم. گفتن کدام سنت؟ گفت حبیب خدا نمی همسایه یهودی کوری داریم، بعد دست خودش میبره افقاد میته، اوتا شما می کارو نمیکنیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فردا از حبیب خدا بر وقت خستن رفتن و همون مرد نابینا را خواستند که افقاد بدن. وقتی افقاد میدادن اون مرد نابینا سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقاد میداد کجاست؟ ابوبکر حیران شد، گفت تو چشمی بینا نداری، مرا از اون مرد چه خیلی فرق کردی؟ گفت اون مرد مردی بود که بوی خوبی داشت، من همون بو را احساس نکردیستم. عایشه مادرمان میگه حبیب خدا میدر اومد یک بوی خوبی همون خانه را احاطه میکرد میگرفت، حتی من خواب میشدم از خوابم بیدار میشد. دویم اون مرد گفت نسبتی من بسیار مهربانی میکرد، شما اون مهربانی را نکردیستی. و سوم گفت از دست اون مرد من هر چیزی میخوردم معده‌ام حل میکرد، مرا معده‌ام حل نداره. حضرت ابوبکر حیران شدند، گفتند پدر آیا با اون مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم که احتیاج شو بچه‌ام در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را دین باباگیش برآورده، دینی نوی خش تعلیم دادست. گفت پدر جان بعد شنیدن این سخنها آن مرد با تو چی گونه معامله میکرد؟ گفت محبتش از این زیادتر میشید، احترامش از این زیادتر میشید. گفت پدر میدونی اون مرد که است؟ گفت نه. گفت خود محمد صلی الله علیه و سلم است. گفت ما اینقدر تحقیر نسبت محمد کردم، او در مقابل اینقدر تحقیرها با ما سخن نیک معامله خیر، قسم به خدا که پیغمبر آخر زمان است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخلاق حمیده عجیبی داشتند. عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها او عنهما میفرمایند شب میگه حبیب خدا خانه ما آمد، نوبت ما بود. میگه چقدر فقیر بودن همسرای پیغمبر و اصحاب. من میگه یک بولیش نیافتم که زیر سر حبیب خدا بمونم. و حبیب خدا میگه سر مبارکشون آوردن در زانوی من موندن. من خیلی نگاه کردم، پیش بوریا میبافتن، از اینجای قالین ها و پلاس ها بوریا بود، همون پیها میگه در بیخ گردن حبیب خدا پشتاش ماندن. یعنی از سبب که حتی یک کرپچه هم نبود که بالای هم پرت بود. آبای دیده عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها ریختن و در چهره مبارک و حبیب خدا چشماشون باز کردن، دیدن که عایشه مادر ناله داره. حبیب خدا که شرایط خوب نداشتن، زندگی خوب نداشتن، گفتن شاید عائلش شکایت از زندگی کنه و عجیب مهربانی قطعی صحبت کردن که یا عایش لماذا تبکی؟ عایشه برای چی گریه داری؟ حبیب خدا در این فکر بود که شاید کوخنی خوب نداره، شرایط خوب نداره، شاید زن از این شکایت داشته باشه. گفت حضرت جان من شکایتم از یک چیز است، ما حال در فکر قیامت است. هل تعرف اهلک؟ آیا روز قیامت تو ما را میشناسی؟ من نمیخوام فقط در این دنیا همسری تو باش، میخوام در آخرت هم همسری تو باش. حبیب خدا فرمودن عایشه گفتن سه حالتی است که لا یذکر احد احدا، هیچ کس در فکر هیچ کس نیست. پل صراط، نامه اعمال به دست راست است یا چپ، حساب سخت است یا آسان، هر کس مشغول سرگردانی خودش است. اما روایت دیگر در حبیب خدا میفرماید همون حالت من در حق شما می دعا را میکنم اللهم سلم سلم امتی، خدای امتی مرا ساق سلامت همه یک شب از پل صراط بگذارم و به جنت ببر. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببین چقدر یک
حکمت عجیب داشتن، با حکمت صحبت میکردن. حتی همسراش بار ناراحتی از حبیب خدا را نشنیدن. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم روزی یکی از صحابه هاش اومد پرسید حضرت جان قیامت کی میشه؟ پیامبرمون صلی الله علیه و سلم سوال کردند که برای قیامت چی تیاری داری که از قیامت میپرسی؟ آیا یگام تیاری داری برای قیامت؟ گفت حضرت جان هیچ عمل ندارم مگر دو چیز. یکم عمل ای است که خدا را دوست می‌دارم و دوم عمل ای است که مت را دوست می‌دارم. یعنی من غیر خدا و تو دیگه کسی ندارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انک مع من احببت. کسی را دوست داشتی روز قیامت قطعی هم هستی. یه چیزی مهم است برادران، هممون روز برای زندگیمون نگاه میکنیم هر نوع باشه شب روز دو داریم تا یه فایده دنیا را بگیریم تا زن و فرزنده و کودکامون گرسنه و تشنه نمونن. لیکن ایران فراموش نکنیم که مقصد اساس خلق ما و شما برای عبادت خدا هست. ما رو روز خدا میپرسه که برای دنیا دویدی، برای زن و فرزند دویدی، برای خود دویدی، یک بار فکری مرا کردی یا نکردی؟ پروردگار بزرگ ببین 20 سالا 30 سالا خطیش قهری میکنیم، گپش نمیگیریم، نماز و روزه و حج و زکات نمیخونیم، یک بار استغفر الله میگه بیا. اگر خدای نکنه بین ما و حاجی رجب علی یک سخن نافهمی شود، هزار کس شما در بین میدونین که تو ما رو آشتی و صلح بگیرن، باز به این حاجی هم در دلش اگه چیز میگیره من هم میگیرم، دیگه بین هر دومون یک احتیاط خطی رفیقی میکنیم. اما الله رب العزت خیلی نیست. وقتی با خدا صلح میکنی، وقتی با خدا آشتی میشی، بین را در کار نیست، سر در سجده میمونی و با پروردگارت ناز میکنی و راز و نیاز و درد دل میگی. حدیث داریم وقتی که من و شما گناه میکنیم و خطا میکنیم و دست هم میبرداریم دعا میکنیم و خدا را به علم فریاد میکنیم، ملائکه نمیموندن که آواز ما به یک جایی که برای قبول شود. با وجود گناهکاریمون دوباره خدا را یاد میکنیم، یا الله یا ارحم الراحمین. سیم بار خدا را یاد میکنیم. وقتی که الله رب العزت را یاد میکنیم، خداوند اینقدر میگه به علم، میگه لبیک یا عبدی، بنده‌ام چرا اینقدر به علم مرا فریاد داری؟ 3 بار ملائکه نمیمونن، الله رب العزت میگفته است لبیک یا عبدی، بنده‌ام گوش میکنم، در خدمتت هست. چی پریشانی داری؟ چی مشکلات داری؟ هر پریشانی و مشکلاتی که داری بگو ما که آسان میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره بخشیدن الله رب العزت فرمودن که پروردگار اینقدر خوشحال میشه وقتی که بنده خطا کرده است، گناه کرده است، توبه میکنه. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثال آوردن، مثلا دور پیش به اسب و شتر بود، حالا ماشین منقطع، یک صحرا و بیابان بریم، لباسه، خوراکه، نوشاکه هامون در روی همون باشه و ماشین گم شود، چقدر ناامید میشیم که ما از کجا تبدیل لباس میکنیم، افقاد از کجا میویم، نوشاکه هامون از کجا، چقدر ناراحت میشیم. اگر کفت و کاب نکرده یکی همون ماشین ما بیویم چقدر خرسند میشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی انسان گناه میکنه، توبه میکنه، خداوند خرسند میشه و از اون مردی که سوارش گم کرده است و یافته است، از اون میگه الله رب العزت خوشحال میشه. حتی حبیب خدا گفتن نفری سوارش گم کرد و زیر سایه درخت نشست، خیلی ناامید بود که ما چیکار میکنم. یکی میگه سوارش اومد از خرسندیش میگه از اما لجامی حسبش قفید. یک کلمه عجیب بود، وقتی انسان خرسند شود در تلفظ خطا میکنه. به جای میگفت که اللهم انت ربی و انا عبدک، خدایا تو خدای منی و من بنده ای تو هستم. باید همین میگفت، لیکن از خوشحالی چه گفت؟ اللهم انت عبدی و انا ربک، خدایا تو بنده ای منی من خدایت.
این قصدا نگفت، از خوشحالی گفت. حبیب خدا فرمودن وقتی انسان گناه میکنه و توبه میکنه خدا از این مردم خوشحال تر میشه. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی یک بنده استغفار میکنه، وقتی یک بنده استغفار میکنه، ببین چقدر نعمت بزرگ است. الله رب العزت تمام ملائکه را جمع میکنه، میگه شما شاهد باشین بنده من میدونه که همه خلق خدایی داره که در پیش او استغفار بکنه او را میبخشه. شما شاهد باشین که من این را بخشیدم. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله رب العزت میفرماید که میگفت سی فرزند آدم اگر شما خطا نمیکردین من شما را از بین میبردم، دیگه آدم ها را خلق میکردم و آدم ها خطا میکردن توبه میکردن من اونها را میبخشیدم. منظور از این احادیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم خطا کردن نیست. منظور از این حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب دادن ما و شما به توبه و استغفار است. حتی وقتی که من و شما گناه میکنیم زمین میگفته است ای الله یا بار اجازت بده من هوی میشم دوباره محکم میشم تمام. آب میگفته است پروردگار من اجازت بده من یک بار از همین دریا بیجا میشم تمام. آسمان میگفته است خدا یک بار من اجازت بده که می زمین ده میفرم میبرم. الله رب العزت میفرموده است نه. الله رب العزت میفرموده است که اگر شما انسان خلق میکردین این دعواها را نمیکردین، انسان هم خلق کرده است. من شما وقتی گناه میکنین ملائکه در حال میخواستیم بنویسن. الله رب العزت میفرموده است که مهلتش بتین اگر بالفرض صبح گناه کنین الله رب العزت میگفته است مهلتش بتین تا شام شاید شام توبه کنه. اگر شب گناه میکنین ملائکه میخواستن بنویسن الله رب العزت میفرموده است که فرصت بتین تا صبح شاید تا صبح توبه کنه. حسای سه که شب ساعتهای 2 3 که همه ما و شما خوابیم خداوند از به سوی آسمان دنیا می آمده است و ملائکه را میگفته است که در روی زمین بگردین هست یگان کسی که او استغفار کنه ما او را ببخشه. خداوندی که نه خوابش میگیره نه خواب میروه، نه به عبادت من و شما محتاج است، نه به روزه ما، نه به حج، نه به زکات، همون خداوند خواهش و التماس میکنه. بخاطر در همین وقت اگر کسی عبادت خدا را نکنه خیلی وای بر حالش. این حالتی از همه شرایط مهیا است. صحابه پیامبر ببین چه حال داشتن، چه احوال داشتن. واقعا عبادت خدا یک رازی است، یک راز و نیازی است که با خدا صحبت میکنه. یکی از صحابه های حبیب خدا بگیم بیروزه به همین کسل قند دوچار شدن. گفتن پایت را باید ما ببریم که بالا نرود و برای پاچه تو را بریدن باید یکم دوایی بکنیم. گفت شما دوایی بکنین هوش ما میره. همون وقتی که هوش ما میره من چند لحظه از یاد خدا دور میمونم من تیار نیستم. گفتم حضرت بیماری بالا میره. گفت من نماز را شروع میکنم شما جراحیتون را شروع کنید. حالی که برای ما رنگ یک افسانه میتونه عقل ما تو نه. صحابه هم دستبر روشن الله اکبر جراحی هم شروع شد. با نماز هم تمام شد و پاچه هم بریدم. و گشت طرف پاچه‌اش میخی نگاه کرد. گفت مبارکت شود. تو پیش از ما جنت میری. تو در وقت عبادت شهید شدی. لیکن من یک خواهش دارم. من که از دنیا گذشتم مرا قطعا این پاچه هم گور کنین شاید همین مرا به جنت برد. سفیده و کمپیرای پیشمون عجیب بزرگ بودن. ناخن و موهای سرمون رو میگفتن هر روز جمعه عادتاً روزهای دوشنبه ناخن میگرفتن میگفتن زیر اون درخت و زیر خاک چیکار کنین گور کنین زیر که با وقتی خوب رفتن. حالا عاقبت کاریمون چی میشه جز از خداوند دیگه کسی نمیدونه. خیلی یک عنعنه خوبی داشتن و همین خاطر آخرا نماز نمیدونیم سیرش چی هست و هر کس هم خدا اجازت نمیده رو پروش بیسته و بگه الله اکبر و بعد او اجازت بده و بخونه سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک و بعد او اجازت بده بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
و بعد او بگه بسم الله الرحمن الرحیم و بعد او بگه الحمدلله رب العالمین. وقتی بنده میگه الحمدلله رب العالمین، الله رب العزت همه ملائکه را جمع میکنه و او بنده را تعریف میکنه و میگه حمدنی عبدی. ببینین بنده ما چه خیلی شکری مرا به جا آوردید. وقتی من شما میخونیم الرحمن الرحیم، خداوند میفرموده است که ببینین بنده ما واقعا میدونه که ما در این دنیا مسلمان و کافر را میتونم و در آخرت مسلمان را میبخشم کافر را می. وقتی من شما میخونیم مالک یوم الدین، الله رب العزت میگه واقعا فهمید که پادشاهی روز قیامت ما است. اگر روز قیامت الله اجازت بده ما و شما را رفیقی با حضرت عیسی و موسی و تمام پیغمبران و خدا همین مالک یوم الدین که روز میخونیم روز قیامت فریاد میکنه که پادشاهی از کی است؟ نه حضرت موسی سر میبرداره، نه حضرت ابراهیم، نه حضرت یعقوب، نه یوسف، نه عیسی، حتی رسول الله هم سر نمیبرداره. لله الواحد القهار. خدا خودش جواب میده فقط ما هستم، تمام. لیکن یک صدای خوب میشه، صدای امتی میشه. و او کسی که فریاد میکنه امتی کی هست؟ محمد صلی الله علیه و سلم است. و اینقدر غمگین است و الله رب العزت یگم بار حبیب شه پیغمبر ایخل غمگین ندیده بود. میگه یا محمد ارفع، محمد سر تا بردار، چرا خاموشی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند که خدای امتهای مرا دوزخ بردی. الله رب العزت میفرموده است که حبیبی ما بره اگر در قلب امتهای تو مقداری یک درهم اگر ایمان باشه خلاص شد. با سرش خمچر و سرت خم است، خدای امتها ما در دوزخ بره اگر در قلبشان مقدار یک ارزن ایمان باشه خلاص شد. سیم باره با سر خم است، چرا سرت خم است؟ خدای امتها در دوزخ. الله رب العزت میفرموده است که بره اگر همه امتهای تو در دنیا اقران یک بار لا اله الا الله گفته باشند از دوزخ براشون. به این خاطر الله رب العزت